تفلک ساسی هم تفلک داره یه رو به راه راست هدایت میکنه. میدونی یه خانم لخت آورده داره چادر سرش میکنه. نمیدونم چرا ایراد میگیریم اینقدر این بیچاره. اسمش هم عوض کرده. اسمش هم گذاشتی چی؟ سمیه. خب بیا خدا بده برکت دیگه. ببین دیگه چی داره میشه. بعد گفتم والا انگار اون دخسندایی که ما استفاده کردیم همه نماز جمعه میرفتن. اونا هم همه همین کاره بودن خداست. فقط معروف نبودن. می خانم چند تا خانم لخت ما آوردیم لباس تنش کردیم آوردیم جلو دوربین به جان شما. دیگه این شده داستان. ایرانی‌ها نگاه خیلی جالبه. همه هنرپیشه رو میشناختن. ما آمریکا زندگی میکنیم نمیشناختیم. به جان علی من نمیدونم. یارو از ایران 90 سالش بود. میگه ببین یارو الکسس گفتم تو از کجا میشناسی؟ CLS بعد 36 ساعت کار کنه نه یه ساعت. داستان جالب بود. پدره و پسره نشسته بوده داشته ویدیو رو نگاه میکرده و پسره گفته این کیه؟ گفته این الکسسه. گفته نه اونو که میدونم اون یکی کیه؟ از ایران زن بخواد من میرم براش میارم.